سلام به دوستان عزیزم. بچه من کنکیری سال هستم اومدم با یه ویدیو دیگه از چنل خودم. بچه این ویدیو رو من به خصوص برای اونایی گذاشتم که مشکل دارن و این براشون سوال شده که آقا چی کار باید بکنیم. حالا با من تا انتها همراه باشید تا بهتون بگم داستان چه قراره. بچه الان خیلی شایعه شدن که میگن که آقا اکانتمون داره میپره، اکانتمون هک شد، دیگه نمیتونم اکانتمو بیارم بالا، چیکار کنم؟ بچه کاریش دیگه نمیشه کرد. اگه اکانتتون پریده، هک شده، کاریش دیگه واقعا نمیشه کرد. و اینکه به خاطر اینکه یه چند نفر، حالا نمیدونم حالا چه جوریه داستانش، اینکه هک دارن میکنن سایت اکتیویژن هک شده، الان پیج اینستا اکتیویژن هک شده، پیج اینستا یوتیوبر ما خیلی وقت هک شده بود و این کلمو درستش کردیم و فقط میمونه بچه‌ها اکانت های کالاف موبایلمون یا وارزون موبایلمون. بچه‌ها اینو با یعنی این ویدیو رو با دقت قشنگ گوش بدید، نکات ظریفی که من اشاره دارم میکنم بهش. بچه‌ها اگر میخواید اکانتتون نپره، اگر میخواید واقعا همچین مشکلی برای شما پیش نیاد و نمیدونم اکانت دیسیبل نشه، دست یه مش آدم بی بوته نیفته، با من تا این ویدیو همراه باشید. ببینید تنها کاری که میتونید برای اکانتتون انجام بدین که همچین مشکلی براتون پیش نیاد اینه که بچه‌ها داخل سایت اکتیویژن وارد بشید، ایمیلتون رو وارد کنید و اون پایین اگه دقت کرده باشید زیر پسورد، زیر اونجایی که میگه پسورد رو وارد کن زده فورگت پسورد. شما فورگت پسورد رو میزنید، پسوردتون رو عوض کنید و پسورد اکانت کالاف موبایلتون عوض کنید و دیگه بچه‌ها خیالتون راحت باشه و با خیال راحت مثل هلو پلی بدید و اینکه دیگه هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد، هیچ بشری دیگه نمیتونه کاری بهتون داشته باشه. اونایی که پسوردشون عوض نکردن خواهش کنم ازتون عوض کنید، وگرنه آقا اکانت خودتون به فنا میره، اصلا برای ما که مشکلی نداره، اکانت خودتون به فنا میره. الان منم که داریم اینو دارم ویدیو آپلود میکنم به خاطر اینه که بچه‌ها اومدم برای شما همچین ویدیویی بذارم، همچین حرکتی براتون بزنم که آقا بهتون بگم که آقا داره همچین اتفاقی یعنی پیش اومده و اینکه اومدم بهتون بگم که این راهو چایشه. اگه دوست دارید انجام بدید که اکانتتون به فنا نره، تنها کاری که میکنید، بازم دوباره تکرار میکنم، تنها کاری که میکنید داخل سایت اکتیویژن میرید، ایمیلتون رو وارد میکنید، پسوردتون رو نمیزنید، یه پسورد رو میزنید، رمز اکانتتون رو عوض میکنید کلا و اینکه دیگه هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد و مثل هلو پلی میدید با خیال راحت بدون هیچ دغدغه‌ای، راحت بچه‌ها پلی میدید و هیچ مشکلی هم نداره. حالا دیگه خودتون میدونید. الان فقط خواستم بهتون بگم چند نفر بچه‌ها رفیقای خودم هم به همچین مشکلی برخوردن و اینکه پیج یعنی پیج اینستاشون و اینکه پیج اکانت یعنی میگم پیج اکانت کالاف موبایلشون هم کلا چجوریتون هک شده و که کاری نمیتونم بکنم. به منم گفتن که چیکار کنین، داشتون میدونید با هم آقا هیچ کاری نمیتونید بکنید، باید بری اکانت دیگه بزنی و بری از اول دوباره پلی بدی و فلان اینا. و اینکه شما اگه میخواید همچین اتفاقی براتون پیش نیاد بچه‌ها همین کارو کنید، داخل گوگل برید و اکتیویژن رو چی بهش میگن بابا، سرچ کنید اکتیویژن رو، اینکه سایت اکتیویژن میاد بالا. داخل سایت اکتیویژن شما فقط تنها کاری که میکنید میرید ایمیلتون رو وارد میکنید، بعد داخل تیتری که زده پسوردتون رو وارد کنید، پسورد رو نمیزنید، اون پایین زده فورگت پسورد رو میزنید. دوباره دارم بهتون میگم فورگت پسورد رو میزنید، رمز ایمیلتون رو عوض میکنید، رمز اکانت اکتیویژنتون رو عوض میکنید و اینکه دیگه تموم میشه. مثل هلو دیگه برید پلیتون رو بدید، دیگه نگران هیچی هم نباشید، درست میشه همیشه. و اینکه دیگه همین دیگه خلاصه. و اینکه دیگه بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره، نفری یه دونم کامنت بذارین زیر پست من، ممنونم ازتون بچه‌ها. یعنی چند ما یعنی جوری شدی که من تازه زدم تو کار یوتیوبری و اینکه نکات آموزشی میخوام براتون بذارم، حالا براتون گیم پلی براتون آپلود میکنم و اینکه کلی چیزای فان و خنده های دیگه در مورد کال آف دیوتی موبایل. و اینکه بچه‌ها با من همراه باشید، چون از دست نمیدید، لایک و سابسکرایب بکوبید و زنگ بوده بغلش هم بزنید تا ویدیو جدیدی که من اومد با خبراتون بشید. نفر یه دونه هم لطفاً یه دونه کامنت بذارید، ممنونم ازتون.
Bomb defused. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. They have the bomb. Get down, sniper! Headshot! Sniper eliminated! Reloading, cover me! Sniper! Spotted. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objectives. The enemy has the bomb. Get down, sniper! Target's in sight! It's all up to you now. Finish the mission. Changing mag! Lost that round. It's not over yet. Ready up. Defend the objective. They have the bomb. I have contact! Enemy has dropped the bomb. The enemy has the bomb. Sniper, get down! Enemy contact! Bomb spotted. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objectives. They have the bomb. Get down! Enemy has dropped the bomb. Sniper! Nice work. Get ready for the next round. Defend the objective. The enemy has the bomb.